شبکه شما دلخورم. فقط من امیدوار بودم روی زندگی زنان شوریش واقعا تاثیری نذاره. نمیدونستم که زنده برمیگردم خونه یا نه. نصف فیلم منو پخش نکردن. این مسابقه کشنده. میبرمش پیش روان درمان بچه رو. نقاشیایی که دیدم فوق‌العاده زیاد بود. بچه من تو خیابون مردم میبیننش فوشش میدن. من اعتمادی به شبکه شما دیگه ندارم. $6500 سر این موضوع من ضرر کردم. شدید چی من گذاشت. از نظر اخلاقیات درست نیست دیگه. تورول کلماتی رو روی اون فیلم گذاشته واقعا شرم‌آوره. براشون یه خاطره خیلی بدی براشون. می‌خواستم به نیلوفر تجاوز جنسی کنم. من یه کار از دست دادم بعد از این. حالم بد میشه. چرا اینجوری برای من صحنه سازی می‌کردی؟ من برنامه شما رو تماشا نمی‌کنم. چقدر آزادی، چقدر اذیت شدی. خیلی اذیت شدیم که فیسبوکاشون رو بستن. ای کاش شرکت نکرده بودم. پشیمونم. من اگه می‌خواستم برم ایران نمی اومدم تو شو. خواستم بعد از 29 سال برم ایران. فعلا مسافرتم عقب انداختم. اینجوری که منو نشون دادن توی اپیزود شماره 3، اینجوری که به نظر اومد برای آدینس و عقیده مردم شد، it cost me money. من یک کلاینت از دست دادم سرش. یه بیگ اکانت تقریبا $6500 سر این موضوع من ضرر کردم. فریبا خانم که اینجا بیزینس داره توی جگرکی داره، حتی من آشنایت باش ندارم ولی شنیدم که خیلی اذیت شده و کاستومراشو از دست داده. واقعا خب ضرر زده به آدم دیگه. بالاخره هم نظر پابلیک ایمیج، هم نظر برای من از نظر فاینانشال هم به من ضرر زده. ای لاست یک کلاینت از دست دادم به خاطر این موضوع. از این نظر من یکم از شبکه شما دلخورم. من خیلی ضرر میکنم. شما اگر فیسبوک من رو نگاه کنین تمام فعالیت‌های هنری من اونجاست. من نقشی رو که بازی میکنم با سن اصلیم خیلی فرق میکنه و وقتی که شما راجع به سن من صحبت میکنین، چون میدونین نقشا از روی سن گرفته میشن. من یک کار از دست دادم بعد از این جریان. یک ایونت دیگه که داشتم سال آینده 2016 انجام میشه، ایشون با من کنسل کردن. 3 روز بعد از پخش این برنامه گفتش که جوری که با آرش رفتار کردی اصلا حال نکردم، آدم بیخودی هستی، بهتره که با هم کار نکنیم. و اون دیپازیتی هم که به من داده بودن هم از دست دادن. گفتن نگهدار، نمیخوام اصلا باید کار کنم. آرش یه موضوعی مشکل داشت، اونم یه چیزی رو خیلی تاکید کرده بود که جای دوربین نگن و گفتن و خیلی براش مشکل ساز شد. متأهلن ولی گفته بودن به هیچ عنوان نشه، چون خانواده خانمش در جریان، خانواده پدرش در جریان این موضوع نبودن تا به صورتی که رسمیش کنن. ولی اولین چیزی که دورول گفت متأهل. مثلا ببین من سنم و من مثلا به آقاتیان گفتم که خب سن منو نگین، یا اصلا من تا اونجایی که یادم میاد من نگفتم 44 سالمه، ولی خب ببینید اینو گفتم. فکر کنید به خاطر این سن من نمیدونم چه کامنت هایی گرفتم که این نمیدونم سن دایناسور داره. به بنده احترام گذاشته نشده، نه به خاطر سکشوالیتی ولی به خاطر سکشوالیتی افراد دیگه که اومدن با من مطرح کردن سکشوالیتی اونا رو و جلوی من مسخرهشون کردن. به خاطر و طرز برخوردی که با من شده از روز اول، دروغ پشت از دروغی که از همه کارکنان شما شنیدم، من اعتمادی به شبکه شما دیگه ندارم. یعنی توی خودم وقتی خودم رو دیدم، مادرم از ایران زنگ زده میگه تو اینقدر زالو بودی مادر. گفتم مادر من نصف فیلم منو پخش نکردن. مملکتی که با یه سابقه بسیار طولانی و درخشان که تبدیل میشه به یه محل مسابقه بین یه مسابقه کشنده در واقع بین قومیت‌های مختلف یک کشور. بلافاصله بعد از که اون شب تموم شد، مثلا ما با تیام و اینا همه دست‌اندازکنان نشستیم صحبت کردیم بعد برنامه، گفتیم خب این قسمت جوک رو شما مثلا پخش نکنید، حذف کنید. و اینا خودشون هم میگفتن که آره بهتره که حذف بشه، ولی بعد از که رفتن ادیت کردن اونو گذاشتن. خب این از نظر اخلاقیات درست نیست دیگه. من هر کسی رو ببینم میگم تیام این بلا رو سر من آورده،
توی خونه من اصلا جبر رو تیام نوعی انجام داد، یعنی اون کارهایی که بهت گفتم، اون چند تا کاری رو که انجام داد باعث شد که اصلا من همه رشته افکار از دستم بره. تو توییتر از کارمندای من و تو گفتن که میخواستن به نیلوفر تجاوز جنسی کنن. تیام به نظر من آدم خیلی حرفه‌ایه، خیلی کارشو دقیقا میدونه، قشنگ میدونه چه سوالاتی بکنه، چجوری تمام. من نمیدونم کی برنامه رو ادیت میکنه، فاینالایزش میکنه. ولی من الان خودم فیلم خودم رو نگاه میکنم، اون فیلم بفرمایید شما که الان میذارم تو یوتیوب نگاه میکنم، میگم عجب آدم مادر قوی بودم، من خودم خبر نداشتم. من که این چیزا رو نگفتم که آقا مرد حسابی چرا اینجوری برای من صحنه سازی کردی؟ شما باید میدونستین که وقتی در من و تو شرکت میکنین اتفاقات براتون پیش میاد. این بار اولش نیست، ندون اتفاقات زیاد افتاده. انواع اقسام شایعات رو درست میکنن. حالا شایعاتی که تو خود تورنتو از دهن این اون آدم میشنوه چیزی نیست، ولی اینی که اینترنتی از طرف آقای تیام میاد توی برنامه میده، یا یکی از مجریات یه چیزی میذاره، یه جمله میذاره. من برنامه شما رو تماشا نمی کنم، هیچ علاقه به دیدنش ندارم. اصلا این ریالیتی تیوی شوها الکی و لوس به درد من نمیخوره. تغرل کلماتی رو روی اون فیلم گذاشته واقعا شرم‌آوره. بعد مردم همه اومدن میگن ریدیم تو قبر بابات، نمیدونم مادر جنده فلان خار فلان فلان فلان، یعنی چیزایی که به من میلیون ها بار دارن میگن. اینقدر به بیچاره سحر فوش دادن، به خدا من زنگ بهش میتونم گفتم سحر تو رو خدا نرو فیسبوک برو، نرو یه چی، دلم میسوخت برش. تفلکی دختر کوچولو داره، حالا مسابقه بود، من که ولی خیلی فوش خود سحر بهش هم گفتم. الانم اشی خیلی هم مثل از طرف خانواده شوهرش خیلی بهش چی گفتم. مردم رو انداختیم به جون من، هیچ اون 3 نفر دیگر هم انداختیم به جون من. حالا من به هیچی. شما حساب کن اون بچه اینقدر برای این مسیج اومده که معذرت میخوام کیرم تو کون بچه تو میکنیم، بچه فلانه، بچه کونی تو. آقا این بچه چه گناهی کرده؟ کسایی بودن از بقیه گروه ها که با من تماس گرفتن، خب اونا هم کامنت های خوبی نگرفته بودن. خود سحر میدونست خیلی، فقط من امیدوار بودم روی زندگی زنان شوریش واقعا تأثیری نذاره. آرش هم تو زمان مسابقه خیلی از طرف حالا دوستدارای تکین یا هر چیزی مورد اهانت قرار گرفت. فحاشیایی که دیدم فوق‌العاده زیاد بود. مردم حمله کردن بهشون بابت فیلمی که از من و تو تیوی به پخش شده و طرفو ضایع کرده. شخص پوران خانمو می‌دونیم نیم خرابش بکنیم، اون اعمالشو نیم خراب بکنیم، زیر سوال ببریم. نه اینی که مثلا فردا اگه پوران خانم مثلا بعد خدا اومد تو خیابون راه مردم پوش میکنه. تیام قشنگ با من لجبازی داشت میدونی؟ یعنی واقعا آبروی منو برد، طوری آبروی منو برد که الان بچه من تو خیابون مردم میبیننش فوشش میدن. من خودم گفتم یکی از چیزایی که خیلی میترسم توی برنامه شرکت کنم کامنت های مردم بود. این پیره دندون نداره. خب حالا من پیرم، حالا شما جوونی، من چاقم، شما لاغرم. به من میگن که تو باعث شدی طرفدارای تو رفتن و به آقای شایان پیغام دادن و اذیتش کردن. من خودم جز کسایی هم که کامنت های بعد از توی برنامه خیلی زیاد گرفتن. مامان منیره اسمش به نظر من ایشون خیلی زیر سوال رفتن. بگونم خیلی ناراحتم. مثل اون تلویزیونه هستش تو ماهواره، یارو فقط تلفن جواب میده، مردم فوش میدن، میگه مرسی خداحافظ، قطع میکنه. فقط شما یه فورم اوپن کردین که مردم بیان هر چی بنویسن و متاسفانه هیچ کنترلی روش ندارین. برای ما مثلا اگه آرت نیست که برای اینجا داریم زندگی میکنیم، یه کردیت داریم، یه آبروی داریم، شما میگین، ولی واقعا سخته. برای من شخصی که واقعا سخته. همین الان توی ایران، توی اصفهان چقدر ما آزار دیدیم، چقدر اذیت شدیم. یه برنامه خیلی بدی علیه چند تا گروه تو کانال شبکه یکی از کانال‌های سیاسی درست کردن که شاید اون یه مقدار تاثیر منفی تو اون بچه‌هایی که اونجا نشون دادن بذاره، ولی خب خدا رو شکر توش نبودیم. شبکه چنل وان فکر کنم برنامه آقای همایون این برنامه رکورد کرد. شهرام همایون که میرن توی جکوزی و
بعد از یه مدتی خب من خیلی اعصابم خورد بود. شما نمیدونید چی به من گذشت، روزی که در واقع مثلا یک هفته گذشت بود و می اومدن کامنت های وحشت میذاشتن، توهینایی میکردن. به جای اینکه یه برنامه‌ای باشه که چند نفری دور هم شاد باشن، بهشون خوش بگذره، براشون یک خاطره خیلی بدی براشون مونده بود. شایسته فامیل خودمون خیلی اذیت شد، روی که فیسبوکش رو بست، اینستاگرامش رو بست. توی بفرمایید شام این دوره فقط 60 نفر شرکت کردن. توی این 60 نفر 15 نفر 18 نفر 20 نفر اومدن یه جمع شدن، مهمونی میرن مهمونی میان عکس میذارن فلان. چرا هیچ کدوم دیگه اینا اصلا هیچ نشانی ازشون نیست؟ میدونی چرا هیچ حضوری ندارن، حتی فیسبوک ندارن، فیسبوکاشون رو بستن. امیرم که باز چی شد، به امیرم خیلی فوش خورد، افسون که دیگه اصلا وابل، اصلا مثل که پیجش و همه اینا رو بست. خب بالاخره ببینید من خیلی ناراحت بودم. این یه مدت چه کامنت هایی که میذاشتن، حرف و حدیث هایی که بود، مثلا حتی میگفتم ای کاش شرکت نکرده بودم. این مدت سال دیگه زدم تو اصلا پیغامرم باز نمی کنم، ولی تعدادشون خیلی زیادن. اینا به من گفت من به هیچ وجه اصلا در مورد بفرمایید شام هیچ حرفی نمیزنم، تمام اصلا آیدی فیسبوک اینستاگرام ایناشو اسماشو عوض کرده، همه رو بسته فلان. گفت اصلا نمیخوام با هیچ چیزی دیگه، پشیمونم. کسایی که توی این شو هستن، کانتستنت هستن، میدونن که دارن میرن ایران. به نظر من اگه میخواستم برم ایران نمیومدم تو شو اونطوری حرف بزنم یا کاری که کردم بکنم. بعد من تو برنامه گفته بودم که من به احتمال زیاد سال دیگه میرم ایران. شما نمیدونه چقدر برای من پیغام خصوصی فرستادن که ولی با ایران نیا، اینا تو اگه بیای ایران. مثلا من موندم خب چرا مثلا من الان بلند نشم برم ایران، میخواستم بعد از 29 سال برم ایران، ولی خب اینا همه میگن تو نیا. من خودم انتظار دارم اگه من دوباره برگردم ایران ممکنه که با مشکل بر بخورم. همون موقع در خورش بلیط خریدم برای ایران بودم، بعد یه ذره برام ترسناک بود. بعد خب مادر پدرم هم توصیه کردن که فعلا بهتره که این کارو نکنم، چون اصلا نمیدونستم چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد. بخاطر همین فعلا مسافرتم عقب انداختم. یه ذره گفتم شاید آقا از آسیا بیفته. امروز صبح رئیس گفتش که یه دونه تو لندن تو انگلیس فکر می‌کنی یه سری میتونی درست کنی. برام الان اومدم بگم که تمام هم نشده. دوستان اگه دوست دارین شرکت کنین، لندن هستی یا انگلیس هستی، حالا لندن باشه بهتره. سام جان شما اگه دوباره باباتو دعوت کنن به این مسابقه میذاری بابات شرکت کنه؟ نه. چرا؟ هم با رفتاری که کردن دفعه قبل به نظر من نکنه. خودت چی اگه بخوان مثلا خودت یه روزی چند سال دیگه بزرگ شیم شرکت میکنه توی مسابقه؟ نه. همین رفتاری که به بابام شد شاید دوباره کنن. این بار با بچه‌های لندن.